сураи Марьям дар Макка нозил шуд, 98 оят ва 6 руку аст. бисмиллаҳир роҳманир роҳим. ба номи Худои бахшояндаи меҳрубон. каф ҳа я айн صاد. قاف ها یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبده زکریا. این ذکر بخشایش پروردگاری تو بر بنده خود زکریا است. اذ نادى ربه نداء خفیا. چون پروردگار خود را به دعای پنهان ندا کرد. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. گفت ای پروردگار من، به درستی که استخوان بدن من سست شده است و موی سر من از سفیدی به رنگ آتش شعله زد و در دعای تو ای پروردگار من بی بهره نبودم. و اینی خفت الموالی من ورایی و کانت امرأتی عاقرا فهب لی من لدنک ولیا. و به درستی که من بعد از خود از خویشان خود می ترسم و زن من نازای است، پس از نزد خود به من وارث عطا کن. یرثنی و یرث من آل یعقوب وجعله رب رضیا. که هم از من میراث گیرد و هم از خاندان یعقوب میراث گیرد و ای پروردگار من او را مرد پسندیده بگردان. یا زکریا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمیا. گفتم ای زکریا، همانا ما تو را به طفل مژده می دهیم که نام او یحیی است و پیش از این برای او هیچ هم نام پیدا نکرده ایم. قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. بگفت ای پروردگار من، چگونه طفل برای من پیدا شود و حال آن که زن من نازای است و به درستی که من از سبب کلانسالی به ناتوانی رسیدم. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. گفت وعده همچنین است. پروردگار تو گفت این کار بر من آسان است و همانا پیش از این تو را آفریدم و تو چیز نبودی. قال رب اجعل لي آیه. قال آیتك ألا تكلم الناس 3 لیال سویا. گفت ای پروردگار من، برای من نشانه معین کن. فرمود نشانه تو آن است که 3 شبانه روز در حالتی که تندرست باشی با مردم سخن گفتن نتوانی. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. پس از محراب عبادت بر قوم خود بیرون آمد و به سوی آنها اشارت کرد که صبح و شام تسبیح گوید. القصه یحیی تولد یافت و 2 ساله شد. یا یحیی خذ الكتاب بقوة وآتیناه الحکم صبیا. گفتم ای یحیی، کتاب را به استواری بگیر و به او در حال کودکی دانایی دادم. و حنانا من لدنا و زکاة و کان تقیا.
و از نزد خود مهربانی و پاکی به او دادیم و او پرهیزگار بود. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. و به پدر و مادر خود نیکو کردار بود و گردنکش گناهکار نبود. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. و روزی که او زاییده شد و روزی که بمیرد و روزی که زنده برانگیخته شود بر وی سلام باد. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. و در کتاب قصه مریم را یاد کن آنگاه که در جای به سمت برآمدن آفتاب از کسان خود کناره گرفت. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. پس این جانب از آنها پرده گرفت. پس به سوی او روح خود را فرستادیم، یعنی جبرائیل علیه السلام را، که برای مریم در صورت آدمی درست اندام نمایان شد. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. گفت به درستی که من از تو اگرچه پرهیزگار هم باشی به خدای رحمان پناه میبرم. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. گفت جز این نیست که من فرستاده پروردگار تو هستم تا به تو طفل پاکیزه ببخشم. قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. گفت چگونه مرا طفل پیدا شود و حال آن که به من هیچ آدمی دست نرسانده است و هرگز زناکار نبودم. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. گفت وعده حق همچنین است. پروردگار تو فرمود که این کار بر من آسان است و می خواهیم که این طفل را برای مردم نشانه و بخشش از جانب خود بکنیم و این همه کاری شدنی است. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. پس مریم آن طفل را بر گرفت و به سبب آن حمل به جای دور از مردم کناره گرفت. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. پس درد زاییدن او را به سوی تنه درخت خرما آورد. مریم گفت ای کاش پیش از این می مردم و از خاطرها فراموش می شدم. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. پس او را از جانب پایین او آواز داد که اندوه مخور، همانا پروردگار تو از زیر قدم تو جای پیدا کرده است. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. و تنه درخت خرما را به سوی خیش بجنبان تا به سر تو خرمای تازه از درخت چیده را بیفکند. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما
فلن أكلم اليوم إنسيا. پس بخور و بیاشام و آسوده چشم شو. پس اگر از آدمیان کسی را ببینی بگو به درستی که من برای خدای رحمان روزه را نذر کردم. پس امروز با هیچ آدمی سخن نخواهم گفت. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. پس عیسی را برداشته پیش قوم خود آورد. گفتند ای مریم براستی که چیز زشت آوردی. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. ای خواهر هارون پدری تو مردی بد نبود و مادری تو زنا کننده نبود. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. پس مریم به طفل خود اشارت کرد. گفتند چگونه با کسی که کودک در گهواره است سخن گوییم؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. عیسی گفت من بنده خدایم، به من کتاب داده است و مرا پیغمبر ساخته است. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. و مرا هر جا که باشم با برکت ساخته است و مرا مادام که زنده باشم به نماز و زکات حکم فرموده است. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. و مرا به مادر خود نیکوکار ساخته است و مرا گردنکش بدبخت نکرده است. والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. و روزی که زاییده شدم و روزی که بمیرم و روزی که زنده برانگیخته شوم بر من سلام است. ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذي فيه يمترون. این قصه عیسی پسر مریم است. مراد سخن راست است که مردم در وی اختلاف میکنند. ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. لایق خدا آن نیست که به هیچ وجه فرزند بگیرد. پاکی او را است. چون کار را سرانجام کند جز این نیست که به آن میگوید شو پس می شود. و ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. و عیسی گفت به درستی که خدا پروردگار من و پروردگار شما است، پس عبادت او کنید، این راهی راست است. فاختلف الاحزاب من بینهم فویل للذین كفروا من مشهد یوم عظیم. پس گروه ها میان خویش اختلاف کردند، پس وای بر کافران از حاضر شدن در روز بزرگ. اسمع بهم و ابصر یوم یأتوننا لكن الظالمون اليوم فی ضلال مبین. روزی که پیش ما بیایند چقدر شنوا و چقدر بینا باشند، لیکن این ستمگران امروز در گمراهی آشکارند. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. و آنها را از روز پشیمانی بترسان چون کار به انجام رسانیده شود و آنها در غفلت باشند و آنها ایمان نمی آرند.
إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. همانا ما زمین را و هر کسی را که بر زمین است وارث شویم و به سوی ما بازگردانیده شوند. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. و در کتاب قصه ابراهیم را یاد کن، به درستی که وی پیغمبر راست کردار بود. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. یاد کن چون به پدری خود گفت ای پدری من چرا چیزی را عبادت میکنی که نمیشنود و نمیبیند و از تو چیزی را دفع نمیکند. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ای پدری من به درستی که آنچه از علم به من آمده است به تو نآمده است، پس پیروی من کن تا تو را به راه راست هدایت کنم. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. ای پدری من شیطان را عبادت مکن، به درستی که شیطان خدای رحمان را نافرمان است. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ای پدری من از آن میترسم که از خدای رحمان عذاب به تو برسد، پس قرین شیطان باشی. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. گفت ای ابراهیم آیا تو از خدایان من روگردان هستی؟ اگر باز نیستی البته تو را سنگسار کنم و مدت دراز از من دور باش. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. گفت سلام بر تو باد، برای تو از پروردگار خویش آمرزش خواهم طلبید، زیرا وی بر من مهربان است. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. و از شما و از آنچه بجز خدا می پرستید کناره می گیرم و پروردگار خود را عبادت خواهم کرد. امید آن است که به سبب پرستش پروردگار خود بدبخت نباشم. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. پس چون از آنها و از آنچه بجز خدا می پرستیدند کناره گرفت، به وی اسحاق و یعقوب را عطا کردیم و هر یکی را پیغمبر ساختیم. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. و به آنها از بخشش خود چیزها عطا کردیم و برایشان خیر بزرگ نهادیم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. و در کتاب قصه موسی را یاد کن، به درستی که وی بنده خالص و فرستاده پیغمبر بود. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. و او را از جانب راست کوه تور ندا کردیم و او را در حالی که رازگوینده بود به خدا نزدیک گردانیدیم.
ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبیا و از بخشش خود برادر او هارون را در حالی که او پیغمبر بود به او عطا کردیم. واذكر في الكتاب اسماعیل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبیا و در کتاب قصه اسماعیل را یاد کن، به درستی که وی راست وعده و فرستاده پیغمبر بود. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا و اهل خود را به نماز و زکات می فرمود و نزد پروردگار خویش پسندیده بود. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا و در کتاب قصه ادریس را یاد کن، به درستی که وی پیغمبر راست کردار بود. ورفعناه مكانا عليا و او را به مکان بلند برداشتیم، یعنی به آسمان. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. آنها از زمره پیغمبران از فرزندان آدم و از نسل کسانی که با نوح در کشتی برداشتیم و از فرزندان ابراهیم و یعقوب و از جمله کسانی که آنها را راه راست نمودیم و برگزیدیم، کسانی اند که خدا بر آنها انعام کرد، چون بر آنها آیتهای خدای رحمان خوانده می شد، سجده کنان و گریان به زمین می افتادند. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. پس بعد از آنها کسان چند جانشین شدند که نماز را ترک کردند و خواهش های نفس را پیروی کردند، پس جزای گمراهی را خواهند یافت. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. مگر کسی که توبه کرد و ایمان آورد و کار شایسته به عمل آورد، آنها به بهشت درآیند و بر آنها هیچ ستم کرده نشود. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتیا. به بوستان‌های همیشه ماندن که خدای رحمان به بندگان خود از غیب وعده داده است، به درستی که وعده او فرا رسنده است. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. آنجا هیچ سخن بیهوده نشنوند بغیر از سلام و در آنجا صبح و شام برای آنها روزیشان هست. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. این همان بهشت است که به کسی از بندگان خویش عطا کنیم که پرهیزگار بود. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فرشتگان گفتند و ما جز به حکم پروردگار تو فرو نمی آییم. علم آنچه پیش ما است، یعنی قیامت، و آنچه عقیب ما است، یعنی از ابتدای آفرینش آسمان و زمین، و آنچه در میان این است از آن اوست و پروردگار تو فراموشکار نیست.
رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. اوست پروردگاری آسمان ها و زمین و آنچه میان اینها است. پس عبادت او کن و در عبادت وی شکیبا باش. آیا هم نام برای او میدانی؟ یعنی مانند برای او. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. و آدمی میگوید، یعنی آدمی کافر، آیا چون بمیرم زنده بیرون آورده خواهم شد؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. آیا آدمی یاد نمی کند که ما پیش از این او را آفریدیم و او هیچ چیز نبود؟ فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. پس قسم به پروردگار تو که آنها و شیطانها را البته برمیانگیزیم. سپس همه آنها را گرداگرد دوزخ در حالی که به زانو در افتادند حاضر میکنیم. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. سپس از آنها از هر امت کسی را بیرون کشیم که از روی نافرمانی بر خدای رحمان سرکشتر است. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. سپس همان ما به کسان داناتریم که به در آمدن دوزخ سزاوارترند. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. و از شما هیچ کس نیست مگر آن که به آن وارد می گردد. این وعده بر پروردگار تو حکم حتمی است. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. سپس پرهیزگاران را می رهانیم و ستمگران را آنجا به زانو در افتاده می گذاریم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما. قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. و چون آیت‌های روشنی ما بر آنها خوانده شود، کافران به مؤمنان گویند کدام یک از این دو گروه در مرتبه بهتر و مجلسش نیکوتر است. یعنی به عزت دنیا مغرور شدند. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئیا. و پیش از آنها بسیار طبقه مردم را که رخت خانه و نمود بهتر داشتند هلاک کردیم. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. بگو هر که در گمراهی باشد خدای رحمان او را به تدریج افزون می دهد تا وقتی آنچه را ببینند که به آن ترسانیده شدند، آیا عذاب را یا قیامت را. پس خواهند دانست که کدام یک در مرتبه بدتر و لشکرش ناتوانتر است. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا.
و خدا به راه یافتگان هدایت را زیاده می دهد و نیکی های پاینده شایسته نزد پروردگار تو از روی پاداش بهتر و به عاقبت نیکوترند. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ آیا آن کس را دیدی که به آیت‌های ما کافر شد و گفت به من البته مال و فرزند داده شود، یعنی در قیامت؟ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا؟ آیا بر غیب آگاه شده است یا از نزد خدای رحمان پیمان گرفته است؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. نه چنین است. آنچه را که میگوید خواهم نوشت و به او عذاب را بر عذاب افزون دهم. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. و آنچه را که میگوید پس از وی باز ستانیم و یک و تنها پیش ما بیاید. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. و بجز خدا خدایان گرفتند تا آنها را سبب عزت باشند. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. چنان نبود. پرستش خدایان خود را منکر خواهند شد و بر آنها ستیزنده خواهند شد. الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الكافرین تؤزهم ازا؟ آیا ندیدی که ما شیطانها را بر کافران میفرستیم آنها را به جنباندن می جنبانیدند؟ فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا. پس بر آنها شتاب مکن، جز این نیست که ما بر آنها مدت می شماریم. یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا. روزی که پرهیزگاران را به سوی خدای رحمان چون سوارانی به مهمانی رونده برانگیزیم. ونسوق المجرمین الى جهنم وردا. و گناهگاران را به سوی دوزخ چون تشنگان برانیم. لا یملکون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. شفاعت کردن نتوانند مگر کسی که از نزد خدای رحمان پیمان گرفته است، یعنی مسلمان شده و وعده ثواب را مستحق گشته است. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. و گفتند خدای رحمان فرزند گرفته است. لقد جئتم شیئا ادا. فرمود به درستی که چیزی زشت آوردند. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. نزدیک است که از آن سخن آسمان ها بشکافند و زمین بشکافد و کوه ها پاره پاره شده بیفتد. ان دعوا للرحمن ولدا. به سبب آن که برای خدای رحمان فرزند خواندند. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. و خدای رحمان را نسزد که فرزند گیرد. این كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. جز این نیست که هر کی در آسمان ها و زمین است به بندگی پیش خدای رحمان بیاید. لقد احصاهم وعدهم عدا. به درستی که آنها را به علم فرا گرفته است و آنها را به دقت شمار کرده است. وكلهم آتیه یوم القیامة فردا. و هر یک از آنها روز قیامت یک و تنها پیش وی آینده است. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. همانا خدای رحمان برای کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند دوستی را پیدا خواهد کرد، یعنی با یکدیگر
دوست باشند. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. جز این نیست که قرآن را به زبان تو آسان ساختیم تا به آن پرهیزگاران را مژده دهی و به آن گروه ستیزنده را بترسانی. و کم اهلکنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا. و پیش از آنها طبقه های بسیاری مردم را هلاک کردیم. آیا از آنها هیچ کس را میبینی یا از آنها اندک آواز میشنوی؟